یه بار مرغ رو اینجوری درست کن، طعمش رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. در ابتدا مرغ رو از طول نصف کن و خوب با نمک و فلفل مزه دارش کن. طرف دیگه‌ش رو هم فراموش نکن. هر دو طرف باید خوشمزه بشه. مرغ رو حسابی ماساژ بده تا خوب مزه دار بشه. اینجوری طعمش معرکه میشه. چند تا تکه کره رو داخل یه تابه با روغن زیتون بذار ذوب بشه. کره و روغن رو هم بزن که مخلوط بشه. حبه‌های سیر رو بذار توی آب گرم 5 دقیقه بمون و بعد پوستشون رو جدا کن. خوردشون کن و بندازشون توی کره و روغن. بذار تا طلایی بشن و بعد درشون بیار. حالا مرغ رو داخل تابه بذار و هر طرفش رو 4 دقیقه سرخ کن تا یه رنگ طلایی خوشگل بگیره. وقتی آماده شد مرغ رو بردار. یه کاسه بردار، داخلش سس کچاپ، خردل، عسل، سس سویا، پاپریکا، نمک و فلفل و رزماری بریز. همه رو حسابی مخلوط کن تا یه سس خوشمزه و خوش رنگ داشته باشی. مرغ رو از دو طرف کامل به این سس آغشته کن. بعد روی سینی فر کاغذ روغنی بذار، مرغ رو بذار روش و روشو با فویل کامل بپوشون. 45 دقیقه بذار تو فر. یه تکه کره بزرگ بنداز توی تابه‌ای که روغن زیتون ریختی، بذار کره ذوب بشه. 2 تا پیاز و پوست بگیر، خلالی نازک خورد کن. پیازا رو بریز توی روغن و کره، تفتشون بده تا یه کمی طلایی بشه. حالا 700 گرم سیب زمینی رو پوست بگیر. سیب زمینی‌ها رو ورقه‌ای نازک خورد کن. بعد بریزشون توی تابه. بذار سیب زمینی‌ها 15 دقیقه توی تابه بپزه. با نمک و فلفل مزه دارشون کن. حالا 200 گرم خامه اضافه کن و بذار 10 دقیقه دیگه بپزه. سبزی جعفری به مقدار دلخواه، پیازچه به مقدار دلخواه خورد کن و به سیب زمینی‌ها اضافه کن تا هم خوش رنگ بشه و هم خوش عطر. مرغ طلایی و آبدار، سیب زمینی خامه‌ای و پیاز سرخ شده، لذتشو ببر. نوش جان.